برای اون یکی پیج قرار تولید محتوا بکنیم و اینکه ببینید که چه وضعیتی ما کار میکنیم. صدای قشنگ از اونم میاد و این بارون داریم میریم به سمت کاپل چارچی. بعد نیست اینجا هم ببینید خوشگله. خلاصی که اینم یکی از روزای منه برای تولید محتوا به این گونه. یعنی فکر نکنید کسی که یوتیوب کار میکنه خیلی راحته. نه اصلا اینجوری نیست. به قول در مثلا اینجوری رین و شاین داریم میایم بیرون تولید محتوا میکنیم. آره دیگه. خلاصه حالا بازم ویدیو میذارم از جای کشتن سارن آفیسی بخوام برم توی چند که چون بارون شدیده. بر خودم که نمیچرخم، داریم تولید محتوا میکنیم اینجا و بازار خیلی شلوغه. البته چیزم بگم بازار بزرگ استانبول ساعت کاری داره و روز توی طول هفته فعالیت میکنه. نمیدونم صدام چجوریه الان چون میکروفون نذاشتم. امیدوارم که صدام خوب باشه.
هم میگفتم جونم براتون بگه بازار جذابیه. من کلا دوست دارم بازار استانبول رو و اینکه حالا اومدید استانبول حتما بیاین ببینید این بازار رو. حالا هوای خیلی جذابی داره. البته مثلا برای من چون اصالتا اصفهانیم، بازار اصفهان خب خیلی خفن‌تره قطعاً، ولی خب اینجا هم بازار جذابیه. همه چی هم میتونید از جون مرغ شیر آدمیزاد بخرید و کافه و رستوران‌های خیلی جذابی هم داره. بذار حالا یه نمونه‌شو نشونتون بدم. مثلا اینو ببینید چقدر جذابه. از این رستوران‌های جذاب تو بازار کم نداره. خیلی جذاب توی یکی از این بازارچه ها بود. رفتیم جاتون خالی. میتونم بگم یعنی واقعا یکی از خوشمزه ترین دونرای چند سالی که توی استانبول هستم و واقعا اینجا خوردم. خیلی خوشمزه بود و همینا دیگه. بریم برای ادامه ضبط محتوامون. اگر که دوست دارید که ببینید ویدیو رو میتونید، حالا من لینک اون کانال رو هم میذارم، میتونید در واقع هم سابسکرایبش کنید، هم این که از ویدیوهاش لذت ببرید. جاهای مختلف استانبول میریم و ویدیو میگیریم اونجا.
تولید محتوای گرم بازارمون تموم شد. الان اومدیم امنونو یه چرخ بزنیم و شدیداً بوی ماهی میاد. برای آدمی که سیره خیلی سخته. بزن نگاه کنیم ماهی فروشی ها رو. ببخشید با اون تراموا میخوام برم سمت بالات. اونجا جایی یه چای اینا بخورم بعد از اتمام فیلم برداری و تولید محتوا و خستگی روز بارون میچسبه واقعا. برم برسم به تراموا. از اونجایی که تو تراموا خیلی شلوغ بود و اکسیژن نبود بنده پیاده شدم یک ایستگاه زودتر و دارم مسیر رو پیاده میرم. البته هوا هم خیلی خوبه، یه کوچولو خنکه، یعنی سرده ولی خوبه. بارون خوبی زده و هوا دلپذیر، جاتون خالی. دارم کنار ساحل هالیج پیاده میرم. خونه منم دقیقا اونوره، اون ساختمون بلندم اونجا. آره خلاصی که از اون شد و این طرف هم دانشگاه کادیر هاس یونیورسیتیه دیگه. همینه دیگه. البته من خود بالات نمیرم ولی این خیابون اینجا یه دونه کافه هست که گهگداری میرم اونجا و جای جذابیه. من خیلی دوستش دارم. چای و سوتلاچ و فلان داره دیگه. همینه دیگه. بریم کم قدم بزنیم و برسیم به اونجا. بریم با هم داخل. Merhaba. Merhaba. Merhaba abla, hoş geldiniz. Hoş bulduk. بریم طبقه بالا. اینجا یه چایی بزنیم. چای موشنی. چایی خوشمزه می‌خوریم. یکم خستگی در کنیم. چقدر استکون بزرگ شد. یکم خستگی در کنیم و بعد بریم سمت خونه برای ادیت ویدیو، چون قراره که فردا شب آپلود بشه ویدیو. درسته؟ فردا شب بشه. بعد همینایی دیگه. اینجا هم شکلیه. در ضمن اینجا طبقه بالاش بالکن خیلی خوشگلی داره. الان حالش ندارم واقعا برم بالا نشونتون بدم، ولی یه بار که اومدیم اینجا حتما میرم بالا ازش ویدیو میگیرم نشونتون میدم چون خیلی جذابه. evet تشکر بینیم. برای من قاشقچی با 2 تا قندم بوده. نلوکی هم نداره. نمیدونم چرا اینجوری گره آورده بود. بعد دیگه همینه دیگه. خلاصه اینجا سمت بالاتینا قبل آیا کاپیه. حالا اگه دوست داشتین میتونین کامل ویدیوی اینجا و فلان اینا رو تو ویدیوی آیا کاپی اون پیج ببینید. پس من برام چای بخورم تا سرد نشده چون هوا خیلی سرد است. بسیار یه گربه فضول داریم ما. One day we're going to break the
unseen realm, things begin to happen. But if the healing, the freedom, the promotion, the breakthroughs are always in your future, then you haven't received it into your spirit. What God is going to bring to pass is not what you ask for, but what you believe you receive when you pray. Are you receiving when you're believing? I'm just God. I'm asking you to free me from this addiction. I'm going to break this bad habit. That's good, but that in itself is not enough. I have to live worried, trying to convince God to do something. You can rest knowing that it's already done. At the right time, God will bring it from the unseen to the seen. This is a much better way to live. This takes all the pressure off. If you're praying and then worrying, asking God again and again, stressed out, then you didn't really receive it. The scripture says, those who have believed in the night is in God's hands. My mother kept thanking God for her healing. Over time, what she received in her spirit became a reality in the natural. She got better and better. Today, 41 years later, she's still healthy and strong. I believe تولید محتوا he is سختیش اینه received her healing. که میرسی خونه خسته تازه باید کار خونه رو بکنی. من شام درست کردم، میوه شستم، سالاد درست کردم، چای درست کردم، بلا بلا بلا. تقریبا غذام آماده است. فقط انگورم هم باید بشورم و بعد دیگه اینجا رو جمع جور کنم و شام بخوریم. خلاصه که مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. البته نشونتون میدم چی گفتم. تا اینجا ویدیو با من بودین. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، یادتون نره اشکولیا. بعد اشلی هم خواد توی فیلم باشه. اشلی سلام مامان. سلام مامان. این اوپس فسقلی زویه، زوی خانوم. غذایی هم که درست کردم نشونتون بدم. چه کرده چه کردم. وای خودم گشنم شد. بریم که غذا بخوریم و غذای خوشمزه و از این انگورای گندم خریدم گذاشتم تو آب یکم. سالاد مالاد هم درست کردم. و اینکه اگه این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید، لایک، شیر، کامنت کنید و خوشحال میشم با هم دیگه تو کامنت ها حرف بزنیم. و اینکه حالا ویدیوهای بیشتری میذارم از اتفاقاتی که روزانه میفته، کارهایی که میکنیم، جاهایی که میریم، همین دیگه. خیلی دوستتون دارم اشکولیا. مرسی که با ما بودید. مواظب خودتون باشین تا یه ویدیوی دیگه. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ. بریم غذا بخوریم. بریم غذا بخوریم. آره شما میخوری؟ باش بریم.